قربان ما توی آزمایش به این مشکلی خوردیم. چه خبره؟ این همه ماشین پلیس دارن کجا میرن؟ رایدر باورم نمیشه، پشت سرتون نگاه کن. بچه‌ها باورتون نمیشه الان چی دیدیم. اگر هنوز به این ویروس مبتلا نشدین خودتون رو به پایگاه نظامی جنوب شهر برسونین که بتونید اینجا پناه بگیرید. وسیلاتون رو جمع کنید که باید راه بیافتید. رایدر چه سلاحی تونستی واسمون پیدا کنی؟ خیلی خوب رازل، ما اینجا یه چماق داریم واسه داش سعید، یه دسته بیل داریم واسه داش رضا و یه دسته خرم داریم واسه داش جواد. یعنی چی؟ چرا دسته بیل افتاد به من؟ خیلی خوب الان عوضش میکنم. رضا تو دسته بیلو بده دست سعید، جواد تو هم اون دسته خر رو بده دست رضا. نمیخواد، همون ترکیب قبلی بهتر بود. رایدر خودت چی؟ واسه خودت سلاح ور نداشتی؟ احمق، رهبر گروه که به سلاح نیاز نداره. اون وقت به خاطر چی تو باید رهبر گروه باشی؟ به خاطر تیزبینیم داشت جواد. اسکول من سعیدم، جواد اونور وایساده. کاملا مشخصه تیزبینی. حالا تیزبینیم به کنار، جذبم واسه رهبر گروه بودن کافیه. گو نخور بابا، جذبه تو مگس روحنش بلند نمیکنه. بچه‌ها تا زامبیا کل شهر رو نگرفتن باید زودتر راه بیافتیم خودمون رو به پناهگاه برسونیم. آره موافقم، خیلی نمیشه اینجا موند. اول از همه باید بریم یه ماشین مطمئن پیدا کنیم. به این وانته خیلی اعتباری نیست، یهو وسط راه میذارتمون. آره باید موافقم، برید سری ماشین رو جور کنید بیاید. نه بابا خسته نشی، خودت چرا نمیری؟ من که باید بمونم یکم خونه رو مرتب کنم. خب پس منم میام کمکت ظرفا رو بشورم. سعید و جواد میرن. آجی 2 نفره پس کار خونه بر نمیایین، بذارید منم بیام یه گردگیری بکنم. بابا این بچه مازیا چیه؟ ترسو بذارید کنار. اصلا بطری میچرخونیم سرش منکی افتاد اون میره. آره فکر خوبیه، بطریو بیارید. خیلی خوب آقا بچرخون. سعید افتاد به تو. چی؟ آقا دوباره بچرخون، سری اول حساب نمیشه. گوه نخور کونه خرو کج کن اونور. دیگه انتخاب شدی، جرزنی نکن. خب میچرخونیم ببینیم نفر بعدی کیه که باش میره. رضا نفر بعد تویی. چی؟ آقا سری اول حساب نمیشه، دوباره بچرخون. داش رضا شرمنده، حالا جفتتون کونه خرو کج کنید برید که کلی کار داریم. ای ریدم به این شانس. رضا راه بیافت بریم. حالا فکر نکنم اون بیرون اونقدر هم خبری باشه. آره بابا به نظر منم امنه. حاجی این بیرون چه جهنمیه؟ ریدم تو این شانس، حالا اگه پول بود به اسم رایدر در میومد. داش سعید اونجا رو، اون دست خیابون یه ماشین سالم ول شده. حاجی به نظر خوب میاد، فقط بین این زامبیا چجوری خودمون رو برسونیم به ماشین؟ تا جایی که من میدونم این زامبیا بیشتر جذب صدا میشن. اگر بتونیم خیلی آروم و بی سر صدا از چهار رد بشیم دیگه متوجه حضورمون نمیشن. ردیفه من که صدام در نمیاد. سعید این چیه دیگه؟ داری جامونو لو میدی، قطعش کن. رایدره حاجی. چی شده رایدر؟ مشکلی پیش اومده؟ آره سعید واسه تو راه هیچی خوراکی نداریم، یکم تخمه بخریم. رایدر شلمغز خیلی بی فکری، همین الان داشتی جونمون رو به خطر مینداختی. سعید لاچاک فیس، یعنی تو نمیدونی تو این شرایط باید گوشی تو سایلنت کنی؟ داداش من آخه اصلا زنگخور ندارم، بذار الان سایلنتش میکنم. خیلی خوب حواسشون پرت شد. فقط حواست باشه که هیچ صدایی در نیاد از درزت، که اگه در بیاد یه چی میره لادرزت. حله بریم. پشمام این دیگه صدای چیه؟ رضا گوشیتو سایلنت نکردی؟ داداش آخه من اصلا زنگخور نداشتم. جانم. حاجی خودم یه بسته تخمه پیدا کردم، نمیخواد بخرین؟ اوه رضا زامبیا دارم میان سمتمون، بودو سمت ماشین. یزید مگه اسنپ گرفتی که رفتی عقب نشستی؟ حاجی هول کردم، الان میام جلو. من بدون وکیلم صحبت نمی کنم. چی داری گو میخوری؟ بپری تو ماشین سری. حالا چرا ماشین پلیس برداشتیم؟ مشتی سر همین داشتیم لاچاکمون رو باخت میدادیم. اگه ناراحتی پیاده بیا. نه داداش خیلی هم عالیه. چه بویی میاد. سعید تو ماشین چوسیدی؟ آره داداش، میخوای شیشه بیار واسه عطرش کنم. خب بچه‌ها جنوب شهر چجوری باید بریم؟ اینترنت هم کار نمیکنن، نقشه ببینم. والا منم نمیدونم حاجی، من همیشه با مترو میرم. میخوای از این آقای بپرس.
داداش شرمنده، جنوب شهر میدونین چه جوری باید بریم؟ همین مستقیم اندازی تو اتوبان. یا ناموس. لعنتی، این خیابونه بسته شده. بقیه مسیرام بخوایم بریم رامون خیلی دور میشه. بچه‌ها من یه میانبر میشناسم. ایول بنداز بریم. فقط یکم راهش سخته. میانبرش کجاش سعید؟ حاجی میتونیم از مسیر ریل قطار به جنوب شهر استفاده کنیم. اینجوری مسیرمون هم خیلی کمتر میشه. فکر خوبیه. الانم که دیگه قطارا کار نمیکنن. میتونیم همون ریل قطار بریم. خیلی خوب، پس علر کنید بریم. حاجی فقط تنها بدیش اینه که جادهش یکم ناهمواره. تا اونجا باسنمون رو ویبره است. آره احتمالاً تا برسیم اونجا دیگه انمون تبدیل به کوبیده شده. عجب تونل خفیه. من که از همین الان ریدم تو خودم. حداقلش دیگه اینجا به ترافیک نمیخوریم. بچه‌ها بیاین یکم جوک بگیم فضا عوض شه. میدونین کثیف‌ترین قبر رو کدوم میوه داره؟ نه، کدوم میوه داره؟ انگور. نمک. حالا شما میدونید به ماری که خیلی لاغره چی میگن؟ نه چی میگن؟ میگن نیمار. حالا شما میدونین به دختری که به رضا پا داده چی میگن؟ چی میگن؟ بهش میگن ریدم تو اون سلیقه. این باحال بود. چی شد رضا؟ چرا وایسادی؟ حاجی به گاج رفتیم. یکی از چرخامون پنچر شد. همینو کم داشتیم فقط. سعید تو مگه نگفتی قبلا این مسیر رو رفتی؟ چرا اسکول؟ ولی با ماشین که نرفتم، با قطار رفتم. خب الان باید چیکار کنیم؟ من میگم بریم یه سیگار بکشیم. باید زاپاس ماشین رو ورداریم، لاستیکو عوض کنیم. آره لاستیکو عوض کنیم بعد سیگار بکشیم. رایدر برو در صندوقو بزن ببینیم اصلا زاپاس داریم توی صندوق. ریدم تو اون فریم عینکت. آجی رو باز چی زدی؟ ای بابا سگ توش این دکمه گو خوردمش کجاست؟ آها ایول پیداش کردم. فکر کنم همین صندوقه. چلقوز در یه صندوقم نمیتونی باز کنی؟ یه دقیقه گو نخو بذار تمرکز کنم. خب این یکی چیه؟ این که عمرم باشه. خسته نباشی. بچه‌ها اینجا رو ببینید. ایول این سلاح به کارمون میاد. بچه‌ها اون عقبو نگاه کنی. یا حضرت بدشانسی، اینا دیگه از کجا پیداشون شد؟ دست گل توی چلقوز دیگه. آژی رو روشن کردی جامون رو لو دادی. الان باید چیکار کنی؟ سعید تو لاستیکو عوض کن، من و جوادم سرگرمشون میکنیم. ای بابا پس کی سیگار بکشیم. بچه‌ها کار لاستیک تموم شد. خیلی خوب. رایدر تیراندازی بلدی؟ آره بابا مشتی تو میدونی من سربازی کجا خدمت کردم؟ خوبه پس بیاین تفنگو بگیر سرگرمشون کن، من برم ماشین رو روشن کنم. بده من این الان بهتون میگم با کی طرفین. وای رایدر ریدم تو فریم عینکت. لاستیکو چرا زدی؟ بدبختمون کردی. دن سرویس تو مگه نگفتی سربازی رفتی؟ کجا خدمت کردی؟ اونو که الکی گفتم حاجی. من کف پام صاف بود معاف شدم. اگه تو هم مثل من خدمت رفته بودی الان اوضاع این نبود. این بده دست من تا بهت یاد بدم. سعید داداش آب قطعه. همه رو زدی در و دیوار. حداقل یه دونه هم نزدیک هدف بزن. تو دیگه چرا ریدی؟ تو که گفتی خدمت رفتی. داداش من تو قسمت اداری خدمت میکردم. به جای تیر زدن بیشتر تی میزدم. وای حاجی بدبخت شدیم. تنها زاپاس ماشینمون به چخ رفت. خشابامون هم تموم شده. دیگه تیر نداریم. عجب وضعیتیه. داداش سیگار داری؟ نه داداش تو ترکم. یه لحظه وایسا ببینم این دیگه کیه. رایدر فرار کن الان گازت میگیره. همه بدوید از تونل بیرون. بابا یکم آرومتر بدوین. من کف پام صافه. هی شما چهارتا از جاتون تکون نخورین. شلیک نکن ما آلوده نیستیم. جان زیدتون به ما کمک کنین. جونمون در خطره. زید کدوم زید مرد حسابی؟ بعد یه عمری رل زدیم اونم زیدمون زامبی شد. خب جان زید نداشتتون کمک کنین. ما ماشینمون توی تونل خراب شده الانم زامبی‌ها افتادن دنبالمون. خب ما از کجا مطمئن باشیم که شما آلوده نیستین؟
فعلا وقت واسه اثبات کردن نیست. تا ما بیایم اثبات کنیم زامبیا اومدن جرمون دادن. خیلی خوب داشیام، ولی به نفعتون دروغ نگفته ماشین لاشیام. بپرید سوار ماشین بشین. الان داریم کجا میریم؟ تو راماستون توضیح میدم. خب رفقا، اگه این کارو دوست داشتید حتما اونو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید و تو کامنت ها واسه هم بنویسید دوست دارید قسمت بعدیش هم بسازیم یا نه. جکوارتونو.